کلان شوی زن گیری چه خیلی زن میگیری؟ اوچان باید زندم. اوچت باید زنت؟ خودت نمیگیری؟ اوچان دم. ملدیس یا چه نغز میبیند؟ همچون خوشتمان میخوام که کلینم حرمت کند، عزت کند، پس تو بلندی طبقت کند. هر چی که گفتید آیا شما با خوشتامنتان کردید یا نه؟ البته آخه فرهنگ شما با ما فرق میکنه. کشور ما با شما فرق میکنه. اگر که کلان شوی زن گیری چه خیلی زن میگیری؟ زنی خشرو. خشرو؟ با چه خیلی باشد؟ کورگا. کورگر کورکنات در خانه شینی یا میزاده؟ نه در خونه کار کنه. او یک گدو هست یا دیدو هست یا سرگردان است و عقلت گجو هست که میروی پیش یک دیدو میخواهی که مشکلی های تر حل کندون. بر وقت زن گیره خوبتر یا دیرتر؟ اگر که جای کار باشد مقصد که مستقل باشم میتونم. خیلی نیمی مردم بیکار از زن نگیره. زن بر عوضش چی باید تیاد نباشد؟ احترام شوهر. بسیار وقت مادرام که نگورن من چی میگن از همون نخلو یکیش نخلی تمام ما میرد میگن که خیلی نکخته متهم حساب نکخ خدمتگار حساب نره و جا خونه شخصی تا هر کس اخی بگه گویخ چخره ای مردم همه ما وظیفه‌دار هستیم. بی‌طرفی بی‌شرفی است. نمی شود که وقتی که من بینم همسایه من، خویش من، دوستی من یا کسی نباشد، اویله در رفت جدایی است، در رفت معما است و دیگر است، من چشم پوشم پروا نکنم میگوید که با اویله کس دخل. همه ما وظیفه دار هستیم. در این صورت که خدا گفت که دروغ اجازت است، به خاطر چی این را دروغ گوی دلش را نرم کن و وی را دروغ گوی دلش را نرم کن تو که چی هر دویش را یک جای کن. نمی شود. شخصا من خودم کار زیاد هم اگر که یک سو باشد همچون یک شهروند میخوام وظیفه دار و وظیفه دار هستم. نفران زیاد که ما را تماشا میکنند وظیفه دار هستیم که برای مردم یک نقطه هم باشد اگر بفهمونیم کشایم روشن کنیم. ای مردم طلاق چیزی عادی نیست. ای مردم جدایی چیزی عادی نیست. شما نمیدانید که چی قدر شرکت ها چی قدر نفران هستند چیکار میکنن تلاش میکنن تا که عائله ها را جدا کنن. در شبکه‌های اجتماعی مخصوص گروه‌های زن هستند که نفرت به مردها دارند. در شبکه‌های اجتماعی مخصوص بیوه‌زنایی هستند که همه دست تجمع میشن، گروه‌ها میکشن این و اون و مبارزه میبرند و علم آورش در آن است که همه ما دیده است چشم میپوشیم. علم آورش در آن است که هر کسی که با زنان کاربری میکنن اوید همین مصلحتی همه‌اش قریب چی هستن عائله سالم ندارن. نفری که عائله سالم نداشته باشه او چگونه میتواند که دیگران رو توصیه دهد و دیگر یا اون پارچه و هم گفت که کجا میبینید که یک بیوه زن است میبرد اطراف چی زنها را جلب دارد تو که چی شما هم جدا شوید انا آزادی، شما هم جدا شوید انا این است آزادی، این است این دیگر. ای مردم عذر زیاد کم به احساسات داده شدم. همینجا کامera از اینجا کامera است. سلام ندادم. بنابراین خدا شما و نزدیکان شما را در پناهش نگاه دارد. السلام علیکم. چون السلام علیکم گفتیم به شما سلامتی خواهان هستیم. ما هم کوچه های شهر دوشنبه برآمدیم و از مردم پرسان شدیم سبب رو در چی میبینن. رفتیم یک لحظه تماشا بکنیم و بعداً برمیگردیم. بسیار به جوانان توصیه میدیم که در زندگی سراسیمه نشوند و حیات مستقل شما سراسیمه شده؟ نه من به اساس بر وقت زن گیره خوبتر یا دیرتر؟ اگر که با کار ارسته شده باشن جای کار باشد مقصد که مستقل باشن میتونن. خیلی نیمی مردم بیکار از زن نگیره. بیشتر که از جهت اقتصادی خودش رو باید که انسان به نیاز کنه. مقصد از جهت اقتصادی باید که انسان مقصد که مستقل باشد. بسیارتر به مهری مردها به اهمیتی مردها. به مهری مردها به اهمیتی مردها. مرد باید همه وقت به زن اهمیت مثلا وقتی که مرد اهمیت نمیده زن به همه عوض شدن میکنه. زن بر عوضش چی باید تیاد نباشه؟ احترام شوهر. زنها همه به مهر مرد نیاز دارن. بسیار زنها از مهر خیلی کم است. مهر به زن نمیرسد.
بیشتری سبب جداشوی اویلو در چی است؟ در چی میبینه شما؟ همین جداشوی اویلو رو در چی میبینه؟ با فکر ما همین پول در سببش همین با فکر هم میگم تلفن. همین تلفن هم بسیار اویلو را جدا میکنه. مثلا همین اینترنت و همین چقن کو. نه مثلا یکو سببش بگویی. سببش که حاضر شما نبوده پول گفته؟ جدا. با فکر ما همین پول در پول از گفته. نه سبب هم پول هم ایجاد رول در بازی میکنه. مثلا چی خیلی؟ یکون شو مثال بده. یک خیل مردک میواد سوز یک خیل مردک نمیواد سوز برای همیده. همین سبب میشود جدا میشود. وزارت زمانه به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. از روی تجربه ای که ما دیگر کشورها را هم آموختیم، من در نزدیکی هفته گذشته در دوحه در یک کنفرانسی بین المللی بودم و با بسیاری از دانشمندان اسلام هم صحبت داشتم. عیناً همین موضوع مطرح شد در اونجا. یعنی بعضی از کشورها برنامه‌های مخصوصی کورس‌های کوتاه مدتی 3 ماهه پیش از ازدواج، کورس‌های کوتاه مدت میگذارن. از نظر اسلام وظیفه شوهر چی هست؟ وظیفه مرد یعنی در عائله چی هست؟ وظیفه زن در عائله چی هست؟ زن چی مسئولیت دارد؟ مرد چی مسئولیت دارد؟ مرد باید با کدام نیت باید ازدواج کند؟ چرا که این نیت خیلی وابستگی دارد. پروردگار میگه یکی از معجزه و قدرت من این است که برای شما همسر شوهر آفریدم از جنس شما. برای چی؟ چرا؟ تو اینکه یک زندگی آرام و آسوده داشته باشید. ولی آرام و آسودگی در کجا هست؟ این صفتای کجا هست؟ صفت جنت. آرام و آسودگی در جنت است. این خلاصی نیست. زندگی هر مرد و زن مسلمان، چی جوان چی پیر، باید میگه در اساس مهر و محبت و رحم شفقت باشد. یکی از واجبات دینی جوانی مسلمان است. مرد چی جوان چی پیر فرق نمیکند. همیشه باید به همسرش به زنش بگوید که زیبا هستی، دوستت میدارم. این یکی از واجبات دینی هر مردی مسلمان است. حالا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یعنی بعدی 55-60 سالگیشون همیشه عایشه مادرمون رو میگفتن که یا عایشه اینی احبک دائما. عایشه من همیشه دوستت میدارم. حالا زندگی است، اونم انسان بدن، انسان خصلت انسانی داشتن با وجود اینکه معصوم و پیامبر بودن، لیکن همسرشون مادرمون یعنی همچون انسان، زن، رشک دیگر بود. گوگو میدیدن که مادرمون عایشه اگر غضبشون میکرد در زندگی، در خانوادگی زندگی، بعد میگو سوگند به پروردگار ابراهیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم حس میکردن که بیست که عایشه رنجیده است. در حال میگفتن که عایشه من همیشه دوستت میدارم. وقتی که میگفتن همیشه دوستت میدارم، بارها تکرار رو که گفتن دوستت میدارم، بعد شوخی مادرمون عایشه هم آمد گفت که رسول خدا، ای حبیبی خدا، ولی شما میگید که دائم دوست میدارم، خوب باشید چی؟ خوب باشید چی؟ گفت اگر خوب باشم چشمانم خوب است، قلبم بیدار است، با قلبم دوستت میدارم، حتی در خوبم دوستت میدارم. این واجبات دینی مسلمان است که باید همسرش رو باید بگوید که دوستت میدارم. برای همین خداوند میگه که زندگی مسلمان باید در اساس مهر محبت باشد. حالا مهر محبت روزهای معمولی عادی باید همیشه چی زن چی مرد. حالا زنی از نزدیکان حضرت عمر رضی الله عنه رفتن پیش حضرت عمر رضی الله عنه شکایت کردن، گفتن ای امیرالمؤمنین
انسانی عاقل، چه مرد چه زن، یک مشکلی در زندگیش با وجود آمد، یک تجربه دار، یک انسانی عاقل دانشمند میپرسد که چیکار کنم که زندگیم بهتر و خوبتر شود. زندگی خود رو با دست خود تباه نمیکند، خانه‌اش رو به جهنم و به غمخانه تبدیل نمیکند. رفتن گفتن که امیرالمؤمنین زندگی هم تلخ شده ایستاده است. گفت چی شد؟ من میدونستم که خیلی زندگی خوب داشتی با شوهرت، چی شد؟ گفت که شوهرم هر وقت میپرسی که زنک جان دوستم میداری؟ میگفتم دوستت میدارم، تمام زندگیمون خوب میرفت. خب عادت هر مرد زن، یعنی همه زن همه مرد یعنی نیاز به نوازش و به دوست داشتن یا به محبت دارد، همه، چی پیر چی جوان. حالا گفت باره پرسید که زنک جان دوستم میداری؟ گفتم دوستت میدارم. گفت بگو که واللهی، یعنی سوگندی وزنین ترین. گفت حالا که دیگر سوگندم دادی، راستش بگم دوستت نمیدارم، لیکن مراسم میکردم که زندگیم خوب بگذرد، در تربیه فرزندان کامیاب شویم. از همون روز است که دیگر غدر یعنی زندگیم تلخ شده ایستاده است. حضرت عمر گفت که ای زن، ای فلانی، برای شوهرت بگو که خب یک شوخی کردم که دیگه شما هم نادرست فهمیدید، واللهی باللهی تاللهی دوستت میدارم. خوش از سر اون زن کند، گفت که امیرالمؤمنین دوستش نمیدارم. گفت برو، گفت خدا و رسول خدا اجازت داده است که در بین، یعنی برای زن شوهر در مسئله مهر دروغ گفتن رو اجازه در 3 حالت، یعنی دروغ اجازت است موافق شریعت. یک حالتش بین زن شوهر، یک حالتش بین کی زن شوهر، فقط در مسئله مهر. اگر چیزی رو خریداری کند بخرد 100 تومان بعد بگید 1000 تومان، دروغ حرام است، این ممکن نیست. فقط در مسئله مهر. شاید بزیبترین زن باشد لیکن بگوید که زیباترین زن هستی. عادتا زنها حتی کمپیرک 80 ساله بگوید که ماما جان قدر نورانی هستید، زیبا هستید، خرسند می شود، خدا خیر برکتت یاد میگه. گفت که امیرالمؤمنین دوست نمیدارم. گفت که اجازت است، خدا و رسول خدا صاحب شریعت هست، اجازت داده است که دروغ بگو. بعد رفت گفت که مردک جان خیلی یک شوخی کردیم، خودت هم نادرست فهمیدی، یک شوخی کردم شما هم نادرست فهمیدید، حالا بگم واقعیت بگم. گفت بگو. گفت واقعیت که بگم والله بالله تالله دوستت میدارم. آغوش گرفت تمام. بعد مدت بعدی دید، گفت زندگی چخیل است؟ گفت الحمدلله بهترین. یعنی متاسفانه بعضی، نه همه، بعضی از مردم کم کدوم یک زنی بیگانه یا خدا نشان ندهد یا فاحشه یا تنفروشی رو نوازش ها و دوستداری های میکند که مادری خودش رو اون نوازش و اون دوستداری رو نمیکند. و حالا اینکه نوازش و دوستداری مادر باشد یا همسر باشد عبادت است. حتی بوسه‌ای که از رخساره همسر میزند شوهر نکاحی اجر دارد، پاداش دارد، خداوند عزوجل اجر داده است. برای پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر شما معامله زن و شوهری میکنید دیگر پروردگار به شما اجر میدهد. یارو در حیرت ماندن که رسول خدا ما یعنی غریزه شهوانی خود یعنی لذت میبریم، بس اجر دارد؟ گفت اگر همین رو با راه حرام کنید معصیت گناه و عذاب ندارد؟ گفتن دارد. با همسر حلالیت این آغوش میگیرید، نوازش میکنید، بوسه میزنید، همسر رو اجر دارد، این اجر است. حتی ببینید در حدیث اومدگی هست پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که لقمه ای رو خب شیرینی باشد، خب دانگی و مغز که مویز باشد، هر چیزی باشد، خب گوشتی باشد، بریده گوشتی باشد، میگه در دهان همسرت گذاشتی، چی زن چی شوهر همدیگر این جفت. یا قاشقی از خروگ رو فرض کردیم برای مثال، همین لقمه رو پروردگار میگیرد، پروردگار ذره‌گیر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همین ذره رو میگیرد، جمع میکند، در روز قیامت، در روز سختی مثل کوه احد به صاحبش برمیگرداند.
چی زن گذاشته باشد در دهان شوهرش، چی مرد گذاشته باشد این لقمه رو، یک لقمه رو. حالا این دوست داشتن و دوست می‌دارم و بوسه زدن حالا دیگه حد کنار ندارد اجرش. و یک لقمه مثل که یهود به صاحبش میگه این کدوم عملم است؟ پروردگار میگه که این همون مهربانی نسبت شوهرت یا مهربانیت نسبت زنت. چی زیبا گفت بر زنی که در نکاح شوهر است. حق شوهر از همه بالاتر است، از همه. گفته پیامبر و امر خدا از همه قیمت زیدور و گهوار است. پس بدانید خواهران مهربان، بختتون در احترام شوهر است. هر زنی که حرمت شوهر کند زندگیش را همه خوشتر کند. از خدا پرسن ملائک عفو او، ماهی و پرندگانم بهر او، تا قیامت روز و شب گویند دعا، تا خداوندش دهد او را پناه. این جدای شوید صاحبش اینه که جوانا برای حیات مستقل تیار نیستند. اینها رو کی تیار میکند که تو که تیار اینجا شود؟ پدر و مادران باید در راه مستقل باید تربیه کنن. اولش علم آموزانن. برای همین که بزرگان ما گفتن که علم چرخ عقل است. علم که ندارن به هر راه میروند. اون موقع صاحب جدای شوید همینه. که به هر حال دختر و بچه باید هم وقت تیار باشد. پدر و مادران تربیه را از جهت دینی مبین اسلام باید چکار کنن؟ جاری کنن. چون که ما همه ما مسلمانیم. جدا شدن عائله در نزد ما آدمای جامعه گناه است. این هم یک گناه است. باید ما عائله را مستقل کنیم، عائله را تربیه کنیم، در روی وطن دوستی، وطن آباد کنی، جای مستحکم کردن همه خشیرهایی که ما زندگی میکنیم نه پند و نصیحت باید باشد. پند و نصیحت کردیم عائله مستحکم می شود. علم که دارد عائله مستحکم می شود. رفتار خوب دارد عائله مستحکم می شود. همین خاطر باید حرکت کنیم که آن چیزی که قانون است رعایت کنیم، فرزند تربیت کنیم، به حیات مستقل تیار کنیم و خانه دار کنیم. حضور همین مصاحبه که گرفتیم زنها همش قریب که میگن که عیب مردها است، اما مردها باشه برعکس میگن که عیب زنها است. نه من عیب هیچ کنه میگم، عیب پدر و مادران میگم. پدر و مادر تیار کند باید فرزنده این امکان. شما همچون پدر همچون والدین آماده کرده؟ من البته دخترام همه خانه دار، پسرام همش خانه دار، همش مستقل. عائله ما به همه کارگر دولتی کار کرده یافته خورده گشتیم تنجیم. شکر میکنیم که وطن آباد داریم. شکر میکنیم که تاجیکستان آباد است. در دوشنبه چیکار میکنید شما؟ در دوشنبه دیدنی آمدیم، چغزنی. تماشا. از اسفاره دوشنبه تماشا اومدید. خوجان نغز نبود؟ خوجان بهترین، خوجان همه جاش میدونه. دوشنبه خوجان به پاوری کار میکنیم. پاوری؟ کروبی 34. آیا شده از روزی که اومدن کلین داماد انتخاب کردن اما تویشان نشد؟ خیلی بسیار میشه، خیلی چیزا بسیار میشه. همین سبب جداشوی عائله رو در چی میبینید شما؟ خیلی یوشوی وزیره همچون متخصصی عروسا و کلین ها یوشوی وزیره بسیار در چیز رفتگان، در همین زیبایی و در چون در بسیار اینترنت ها دا میبینم هر خلاف زندگی دیگر رو را یا میخوانم خیلی زندگی کردن به همین خاطر. مثلا زندگی کی رو میبینم؟ خیلی خارجی رو میبینن. بعد هست با شهر خود موندم که هم خیلی زندگی فقط اینترنتی دارن. میخوردگیشون هم میپوشیدگیشون هم میگشتگیشون هم میمونن یا هم میخوانم خیلی کردن. اما در پیش خیلی نبود که ما در پیش همه خوش خرساندانه زندگی میکردن. چگونه کلین میخواستید برای خودتان؟ کلینی عادی باشه، به تلفن باشه. بسیار خوب. برای کلینتون کدام لباس انتخاب میکردید؟ از این عروسی رو؟ لباسی محکمی پوشیده باشه. محکم‌تر. سوال بیهوده نبود به این خاطر. یک فرزند بیگانه را آورده در خانه چون تربیت کردن این به حد کار قینده برای خشتامانا هم برای جوانان همون که باید که ما هم در عائله بسیاری غلطیدیم. خب هم شهر یا تیور حق خوب خوش گفته با گذشتیم این چیزا را نکی با فکر ما که خشتامانا گناهگار نیستن. شما از طرف داماد گفتید، از طرف کلین چی؟ از طرف کلین مثلا شما کلینتون هر روز خانهش میرود، مادرش چیکار میکنه؟
میگیرد مادرو خیلی نمیخوان ممکن گندگی فرزندشونن که بعضی‌هاش موجودم خیلی باشن ممکنم خیلی باشن که میگن که های خینکن من میبینم مویم در قطعه دخترو یا شقتی کار میکنیم میگن مادرمون بسیار وقت مادرو هم نگورن من چی میگن از همون نخلو یکیش نخلو تمام ما میرویم میگن که خیلی نکخته متهم حساب نکخ خدمتگار به حساب نره و جا خونه شخصی تا هم خیلی من فهمیدم طرف کلی نه دختروشان و همین سبب بشود جدوی با در اون خانه با میگیرن شد دوباره یا نه خیلی که بعضیش به خاطر فرزنداشون مجبور میشون باید که خیلی زندگی چیزی شوخی و بازی نیست باید که شروع فکر کرده زندگی کرده در ما بسیار اویله‌ای هستند که شیطان را خرسند میکنند شاید حیران مونید چگونه در حقیقت شیطان را خرسند میکنند چیکار میکنند جدا خواب میکنند همین صاحب 2 3 4 فرزند که شدن در زندگی بسیار دیدیم جایگاه خوابشون را دیگر میکنند مادر زن یعنی که همراه فرزندا است پدر علیحده خانه است و چرا شما چنین میکنید و چرا شما شیطان را خرسند میکنید بیرون کنید فرزندها را بیرون کنید علیحده خانه کنید زن و شوهر باید یک جا خواب رود چون صدها بار گفتن هم علماها هم دیگر یگانه عبادتی که کنار ندارد این نکاح شماست نکاح معنیش چی است راضیگی طرفین همونه که به خواست خدا است از همه قیمت ترین فتح شما چند سوم است خیلی نالوگ تماشا نمیکنن تو 15000 کسی تماشا میکنه 15000 سوم برای یک روز 15 ده هر خیل ایجورش برای چی اینای ما هم اوکراین میاد در 15000 سوم یک ماشین اوپل میشد یک اویلا تاکسیگی میکند خیلی زندگیش میبرد سلامت باشید باید خلاصه میشود میگوید کی هست که خونهش رو جنت میکند و کی هست که خونهش رو به یک جهنم تبدیل میدهد این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون کسی فکر میکند از روی عقل زندگی میکند همیشه عقل استفاده میکند زندگیش رو پیش میبرد خونهش رو جنت میکند خونهش خشخونه دائمی است هر خستگی بیرونه که کار و مشکل های زندگی و معامله در جای کار و در بازار و در دیگر وقتی که خانه آمد اون همه مشکل ها برطرف می شود چرا که خانه آرام دارد خانه توی خانه خشخانه و جنت دارد برای همین تمام مشکل ها برطرف می شود ولی کی هست که خانه اش رو جهنم میکند غم خانه ماتم خانه میکند اونی که عقل استفاده نمیکند از روی تعصب خودخواهی بدخواهی ولی یک سوالی یکی خوب دیگر مسئله رو روشن میکند خوشبخت‌ترین زن شوهر در زندگی کی هستند خوشبخت‌ترین و کامیاب‌ترین زن شوهر در زندگی کیا هستند خیرخواه‌ترین زن شوهر نسبت همدیگر هر چقدر شوهر نسبت زن خیرخواه شد هر چیزی که برای خود میخواهد از او بهتر برای همسرش خواست چرا چنین کند بخاطر که اون مادر فرزندانش هست مادر فرزندانش هست نسبت مادر خود چقدر مهر دارد انسان هر انسانی پدر احترامش به جای خودش لیکن مهر مادر دیگر است باید به زن همچون زن همچون همسر نظر نکند باید مرد باید به زنش به همسرش همچون مادر فرزندانش باید نظر کند که این مادر فرزندان من هست یکی از شاگردان من دانشکده اسلامی درس میدادم دانشگاه اسلامی درس میدادم قسمتی خواهران روزی درس میدادیم و تفسیر قرآن یکی از شاگردان رو میدیدم که خیلی در فکر فرو رفته است دستش بالای سرش خیلی اون من درس نیست در درس نیست فکر یعنی در فکر فرو رفت من گفتم خواهر شاگرد چی خبر است با مجرد شنید سوال کردنی من یعنی او دیدن شش قطور میریزد چی خبر است چی گپ است
بعد شروع کرد که شوهرم در مهاجرت مهنتی هست و دیگر رو زنی هیورم خونم رو تگ و تور کرده است و کفت است نمیچکو خو یگون چیزا گرفته است دزدیده است آتش زده است نه همه رو به سر و سامان کرده است من دویم تحقیر میکنه دیگر میکنه خب چیکار کردنی قهر کرده رفتنیم گفتم گوش کن خودت حالا تفسیر میخونی قرآن میخونی حدیث میخونی آیات میدونی همین شوهری خودت چند هزار کیلومتر از خودت دور است خب 5000 یا 6000 کیلومتر 5-6 کیلومتر برای خودت چند فرزند داری 2 فرزند برای خودت فرزندانت چند هزار کیلومتر رفته در این زمستان بود در اون ممکن 30 گرادوس سردی یعنی جون کنده ایستاده است و مهنت کرده ایستاده است و زحمت کشیده ایستاده است برای تو شیده حالا تو با اندک معامله بدی صبر نکرده ترک میکنی میروی میدونی چی یاد میگوین که غری کرد دزدی کرد صد تهمتت میکنن از همونجا بعد میگه 3 طلاق خب چیکار کنم صبر کن او صبر کن 1 سال 2 سال 5 سال صبر کن 70 سال دیگه زندگی کن حالا همین جوانو هم یعنی با اندک مشکلی ها پشت میخورن تا 1 عمر نکن و 5 سال صبر کن 10 سال صبر کن 70 سال دیگر زندگی کن سعادتمندانه بعد این مدتی یک نمیدونم چند سال یا که بعد ختم دانشگاه بود یا که خب دیگر یک چند سال بعدی یک روز دیدمش مثل اینکه پرواز میکند خرسند اومده استاد یا پیلاچه ما را بگیرید چی خبر است چی مناسبت خونه نو گذاشتیم خونه خریدیم گفتن دیدید صبر چی هست شوهرم کار کرد پول آورد خونه خریدیم زندگی مستقل داریم یک پیلاچه نصیحت شما را هرگز فراموش نمیکنم یعنی همه حتی من نیاز به نصیحت دارم من نیاز به راهنمایی دارم همه جوانو نیاز به نصیحت و به درس و به سبق و به پند و اندرز و راهنمایی دارند هیچ کس از پیش خود هیچ چیز نشده است مناسبت بین خشتومن و همون کلون است اگر که از روزهای اول اگر بعد دینی پیدا شود همون مناسبت تا به آخر دوام میکند این یک دیمش که همون هم دخترکانی که به شوهر میبرایند فرض کردیم با اویله داری چی نیستند اونقدر موفق نیستند اونها مثال در خانه ارکه تولد میشوند بعضا این خیلی میشد هزار یک زندگی یک چیزی فلسفه یک چیزی گفتن هزار یک سبب میشد که جدا میشوند پیش در زمان حکومت شوروی جدا شوی اویله ها در زیر قانون پناه قانون بودند فرض کردیم اگر در یک حکومت ناحیه اگر 3 کس جدا میشد رئیس حکومت چیکار میشد مجازات کشیده میشد یا که در همون اگر که زن در یک مرد در یک کارخانه کار میکرد اگر زنش سر میداد با کارخانه تاثیر سخت میرسید اون را محاکمه میکردند حاضر اویله بی‌پناه است اویله بی‌پناه است جدا شوی هم خیلی البته زیاد شده است باید ما چیکار کنیم در همین محیطی که امروز به عمل آمده باید ما یک قانون‌های جوابگری را جاری کنیم که همین جدا شوی اویله ها چی نشوند تیز به عمل نیایند کلین چه دیده میخواید همچون خشتومن همچون خشتومن میخوام که کلینم همچون هم دختر شود برای من و میخوام که حرمت کند عزت کند پستو بلندی توقت کند بو چی مثلا میخوام یعنی همه خوبی ها رو خرید گفتید اجازت است نیو کنید هر چی که گفتید آیا شما با خشتومنتان کردید یا نه البته من خیل کردم من میخوام که کلینی منم هم خیل نسبت من رفتار کند اگر کرده باشید شوپه نیست همون رو چند کلین داره یک دونه کلین یک فرزند یک پسر دارم یک دختر دارم من هم میخوام که کلینم همچون من خیل نسبت خشتومنم خدمت کردم حرمت کردم عزت کردم منم میخوام که همچنین کلینی منم هم خیل با من رفتار کند رفت شما دیدید که
писаратон занашро эҳтиром кард. Ин албатта рашки шумо намегӯяд. не Я пойпӯшияшро овардан аз дастмо на. ман наоборот хурсанд мешавам ки фарзанди ман хел тарбия кардам. ман масъалаи ин ба беҳад нақс. ман худам фарзандама писарамам хел мегӯям ки нисбати занатам хел рафтор кун, ҳурмат кун, иззат кун. на фақат келинам ба мегӯям, ҳам фарзандам писарам ба ҳам хел мекунам. ё модаратро интихоб кун ё ҳамсаратро. марди бечора сарсон аст. ин тараф модар чӣ қадар азиз аст, ҳадду канор надорад. ин тараф ҳамсар. акнун ҷавон мегӯяд ки ҷавон чӣ мегӯяд? аслан биёед пайдоиши ҳаминро аз яке аз сабабҳояшро ман мегӯям. модар вақте ки кӯдак ҳар бор аз хурдӣ калон мешавад, донишҷӯ мешавад, ин мешавад, ҳар бор барои модар мебиёрад, ҳар чӣ ки мебиёрад, ин модар чиед? меҳр танҳо ба модар аст. вақте ки писар оиладор мешавад, меҳр ду тақсим мешавад. ин аниқ аст. гоҳо вақте ки он чизе ки барои модар мекард, модар дар ҳамсар мебинад, чӣ кор мешавад? як рашки беҳуда чикор мешавад, зиёд мешавад. дар ин ҳол сеюм қувват дар ҳоли истифода мебарад. ин ҳам бошад шайтон аст. аксари хуштоманҳо дар ҳамин ҷо чӣ кор мекунанд? худро аз даст медиҳанд. яъне рашки модарӣ аст. ин чӣ гуна аст? вақте ки мебинад ки барои ҳамсараш як кор кард, дигар рашк кард, чунки пештар барои модар мекард. ё як меҳрубониро бинад, ё як навозишро, ё як чизе, ё доран як порчаи ваи буд ки ӯ ҳар боре ки хуштоманам агар маро ягон ҷо тамошо барад, тамошо бурданӣ шавад, агар баъд дарҳол мегӯд ки давраҳои мо чунин набуд. мо ҳамин тавр омадем то қатъ кардем, фалон шудем, ё давраҳо мо ин набуд, ё ман фалон набудам. зиёд аст ки рашк доран. рашк ду тақсим мешавад. ҳар бор ки барои модар тӯҳфа мебояд, ин дафъа бошад барои келин, барои ҳамсараш мебиёрад, мебинад рашк аз ин сабаб мешавад. дидаем ки баъдан модаро бубахшед ҷоҳилам шуданд ки мегӯянд ки занатро сарде мегӯянд. ман аз ин хубтарашро барои ту мегӯям. аз ин хубтарашро. من قسم خوردن خوب نیست. سوگند به پروردگار قسم میخورم من. ولی همونی که مجبور میکنه که این سرش بده از این بهتر میارم، از این بدترش میاد که میاد در سرش چرمغز میشکنه. در سر این پسر نی، در سر انم خشتومن. خشتومن حق ندارد که این گپا بگوید. باید از خدا بترسد. و پسر هم حق ندارد که زنش رو به خاطر مادرش طلاق بدهد. مادرش رو احترام کند. مادر جان، هر چی که میگوی خدمتمند، فرزندت، غلامت هستم. لیکن آخه من از خدا میترسم. خدا نگفته است که برای کمبودی، برای که مادر یعنی خشتومنش پسند نشده است، یعنی این کلین به خشتومن پسند نآمده است، باید این فرزند باید طلاقش بدهد. نیست. در کدام قانون، در کدام شریعت، در کدام دین. او من فقط جواب میگم، فقط قیامت است. در گور من تو با من نیستی که آخر مادر. فقط فردا در اون گور از تو نمیپرسند که چرا کلینت رو بچت یعنی چیکار کرد، طلاق داد. از من میپرسند که من چی بگویم. بعد من چی میگویم؟ باید این چیزا رو مسلمان یعنی همه مشکلی اگر اصلی مسئله برگردیم، اکثریت کلی مشکلی زندگی در ندانستن دین و بیسوادی است. در بیسواد انسان به خودش ضرر رو میارد که دشمنش آورده نمیتواند. این هم از روی بیسوادی است. یا که دیروز هم یک کلین با ما مکتوب نویست، گفت که هر باره که من پدر شوهرم رو دادا میگم، دادا جان میگم، نمیدونم تاجیکانی از کجا بود، تاجیک بودن یاد ندارم از کجا، پدر خودم رشکش میاد. گفت پدری کلین وقتی که میبیند که وای قصورش رو دادا جان میگه، پدر جان یعنی دادا جان میگه، احترام میکنه، این رشکش میاد. چی میگه؟ میگه که ها، میگه او برای تو پدری شد، برای تو پدری کرد، ببینی که تو کجا رفته. اگر قبیح هم شود، عین به انصافی، عین به ایمانی است. عینی به انصافی و عین به ایمانی و به انصافی هست. دخترت اگر اون حال از قدیم مردمی ما میگن چور پیر و چور تکبیر، پدر و مادر خسرخشتومن، ما با جای پدر و مادر است. لیکن یعنی هیچ پدر یا هیچ مادر حق دخالت کردن در زندگی چی پسرش چی دخترش ندارد. موافق شریعت احترامش بجایش، احترام پدر و مادر رو بجا بیارد، تمام، همچنین فرزند. لیکن اون حق ندارد که به خاطر پدر
یا به خاطر گفته مادر زن رو طلاق بدهد، شریعت قطعاً منع کردگی است و این حرام است و عاقبتش ناکامی و بدبختی پی در پی است. برای همین باید که شور باشیم، یعنی باید همیشه از روی عقل و فراست و از روی خیرخواهی و از روی تحلیل و تشخیص و دیگر باید زندگی کنیم. مسلمان باید دائم ترازو داشته باشد، دائم تحلیل داشته باشد، دائم تشخیص داشته باشد، کورکورانه زندگی نکند. کورکورانه زندگی کردن به بدبختی رفتن است. نمیشود که من گویم که ای من کاردار نیستم. نمیشود، چون در اول گفتیم ای مردم زنده شوید، بیدار شوید، شما وظیفه‌دار هستید. و وقتی که دیدید خیر و تبار حد و همسایه در حالت این هستند، یک علاج کنید، اینها رو با هم پیوند کنید. نمانید که جدا شوند، نمانید که طلاق شوند. مادرهای عزیز، شما هم در زندگی وزنین شوید. چندین نامه ها است، چندین چیزهایی است که اکثر در مادرها هم شکایت میکنند. همین خصوصا یک قصه ای که نکردیم، جوان میگوید که برادر میگوید من مادرم را خوب میدونم، همسرم را هم خوب میدونم. وقتی که دو جدایی را بین ما کردن، گفتن که همسر یا من چیکار کنم؟ میگوید همسری که من همراهش یک بالین خواب میکنم، میخورم، میخیزم، میشم، تمام کارها را من با او میکنم، من خوبتر او را میدونم. وقتی که بین ما نامراسایی را میکنن و دو تقسیم میکنن، از روی عدالت نیست میگود. خیلی بگذار، انا من میگویم که من مادرم رو انتخاب میکنم، 100 زن میابی، مادر نمیابی، پس عدالت کجا میشود؟ با من بگو برادر، گفت عدالت کجا میشود؟ همین کسایی که همراه من بود خورانید، پوشانید، حتی اخلاقای مرا تازه کرد، چی کارهای نمیکرد که هیچ کس نه. مثلا من امروز او را حفظ نکنم چیکار کنم؟ عدالت کجا میماند؟ پس مادرانی عزیز، در هر صورت ما چنین تربیت گرفتیم، ما طرف مادر هستیم، خواه نخواه هر چی نباشد. به این خاطر کمی وزنین شوید، مانید که زندگیشان خوب گذرد. خیلی زیاد هستند که در زندگی دخالت میکنن و زندگی فرزندانشان را ویران میکنن. سیمای بسیار جدی دارید، در سخنرانیتون هم معلوم است. میتونید بگید که ای خشتامنها، انا همین کارها رو کنید، انا همین کارها رو نکنید. گفته میتونید؟ نه. چرا؟ برای اینکه همه وای خودش هست. خیلی میشه سبب و هر خیلی میشه خیلی سببه که مقصد حسابی همین نفهموی بین زن و شوهر میشود. یک سبب شده که مقصد هم دختر ایرکای در خونه میاد، مثلا هر کارو رو نمیتونه، بوده نمیبره، با گپ شوهرش نمیکنه. همین صبح مثلا جدوشایی بسو میشه، حسابی تلفن میشه. بعد وقتی که پدر و مادر وقتی با شوهر میتونن مثلا نصیحت خوب ندارن. 23 کی زن میگیره؟ 23 در اون من بعد از کی میگیرم. هست کلی؟ نه نیست. دانشگاه طبی هم میخونم، تمام کنم بعد میگیرم. چه کلی میخوای؟ چی باشد؟ کی باشد؟ همین دختر خیلی با سواد باشد، خیلی معقول باشد. با سواد باشد؟ خیلی بیشتر من با پدر و مادرم چی میکنم؟ پدر و مادر هر کس ریوبان همون؟ هر کس ریوبان من انتخاب میکنم، میبینم اگر معقول شد باز میگیرم. آیا همین چیز در اسلام اجازه هست؟ بعد شما در طبع دیلتون نمیدونید که یک معقولتون میشود نمیشود؟ افرستم من از وقت ندارم که مثال بکنم، خیلی حیبی کارشم. شما سخت سیر کن. سخت. بخشش نباشه وقت شما را گرفتیم. نه حاضر امروز استراحت است. میخواید در امجاز برای شما زن بیاییم؟ بله چی بده؟ دیدی دختر؟ چی باش بتونی؟ MMA. اب وقت چی؟ گوشتینگ زره یا MMA؟ گوشتینگ؟ گل تماشا نداره؟ هرش MMA بزرگتره. خیلی MMA خیلی جنگ کردن که چه؟ آره گوشتینگ زور میگوید تو؟ خیلی گوشتینگ هاشتگه خودش در گوشتینگ مخلوقه من در MMA. نمیشه هر دو در اینجا یا پرته؟ میشه. با خودش معلوم میشد به کی؟ گوشتینگ یا MMA؟ MMA دیگه، گوشتینگ دیگه. MMA جنگه، این گوشتینگ پلاستیک مقصد. ترسیدی؟ نه. ترسیدی؟ نه الله. خواه اگر که کلون شوی زن گیری چه خیلی زن میگیره؟ زنی خشرو؟ او زیاد دخترک در همونجا بود هم خیلی؟ نه. چی بانه؟ خشرو بود که؟ مقتول نیست.
бо чӣ хеле бошад? Корга. Коргар кор кунад дар хонаи шин я мемезада? Не, дар хона кор кунад. бо ягон сабаби дигарам медонед? Сади ягон мумкин падар модар монда меша ягон ёшода ки мисол ягон форвектн мега ки мақбул башин мақбул аст ёшод мақбул меша. Падар модари келин ё домод? ҳар тарафам мумкин баша. اگر همدیگه فهمی شود که همه دیگه گلسان میشه که همدیگه فهمی کنیزه برای همین بعد نوبت یادگار جدایی پیدا میشه. اگر میخواهیم که پشتگیری اویلو کم شود یا نیست شود باید کورس‌ها بخونن. حالا در اون کشوری که تجربه خیلی خوب دارد تا اگر همون سرتیفیکات نداشته باشد نیکاهش زکسش نمیکنن. یعنی چیز زکس نمیکنن تمام. یکی از شرطهای نیکاه که در اونجا یعنی نیکاه در مسجد ها می شود باید که اون سرتیفیکات هر دو طرف یعنی تقدیم کند در اساس اون بعد نیکاهشون میکنن. مؤسسه‌های تحلیلی و تشخیصی نظرسنجی و نظرپرسی کردن زیاده از 200,000 اویله. من این رو در BBC با زبان انگلیسی یکون نمیدونم یکون 15 سال یا 20 سال پیش شنیده بودم، گوش کرده تماشا کرده بودم. وقتی که نظرسنجی میکنن به خلاصه میگن که 90% سعادت انسان از همین زن و از همین فرزنده و از همین خانه وابستگی دارد. 90% سعادت انسان، 10% دیگر عامل‌های بیرونی است و 90% بدبختی انسان هم از همین زن و فرزنده و خانواده وابستگی دارد. هر انسانی که به خاطر شهوترانی ازدواج کردگی است در زندگی ناکام است. هر انسانی که ازدواج به خاطر شهوترانی کردگی است در زندگی ناکام است. ناکامی و بدبختی و چی از طرف زن چی از طرف فرزند ها می آید. چرا؟ وقتی که نیت نیک نبود. زندگی به خاطر فرزند است و فرزند رو پروردگار این فرزند نعمت است برای می دهد که شکرانه اون رو به جا بیاری، اون رو تربیت کنی. همه اویله در اساس محبت برپا نیست. همه اویله در اساس مهر و محبت برپا نیست. این قلبو در صاحب حتی که قلب من در اختیار من نیست. کسی رو من از حد زیاد احترام میکنم، بعضی نفرهای اطرافم میگن که حضرت چی بردار بردار. خب میگم که نمیدونم، دوست نازش میبینم احترامش میکنم. هر روز باید که شوهرش یا زنش رو بگه دوستت میدارم به خاطری که در تربیت فرزندان کامیاب شود. عزیزان، باره از استاد شنیدم، تلخ شنیدم، میخوام که ملایم کرده بر شما بفهمانم. طلاق شوخی نیست. با طلاق شوخی نکنید و خصوصا بعدا نفرها هستن یک باره چی میگن 3 طلاقت کردم و پس از او میگن چی میگن برای من یک روایت. و پیش از اون فکر کن، عقلت را در جوش بیار، پیش از اون فکر کن. میگفت استاد اکنون چی کار میکنن؟ یک همین میگن وی ضعیف است، استادا میگن تو اندازه شنیده میگن که خیلی بگذار میگن شوهر زنت همسرت شوهر کند، یعنی باز دیگرگون میگن رود با دیگر کس خواب کند، زندگی کند و بعدن گیرد، یعنی با اون معنی که بعدی او هم اگر که ناموست بردارد بعد چی کار میکنی؟ اولاد به خدا دیگر چی من کنم؟ پیش از آن سر و سیمه نشوید، کلمه طلاق را استفاده نبرید. یاد دارم که شیطان وقتی فرزندهایش را دعوت میکند همه نزدش چیکار میکردن؟ حسابات میدادن. این میگفت که من فلان کردم، این میگفت من فلان جا رو این فلان، همه به اعتبار. اما نفری بود میگفت امروز من یک عائله را جدا کردم، طلاق. در پیشانیش بوسه میکند. از بعضا روایت ها هست که یک تخت داره، میگه در همون تخت جای کرسی به جایش میشیناند، چون در تلفظی که طلاق میبراید عرش پروردگار میجنبد. هیچ حالتی مؤمن و خصوصا زن و شوهر مسلمان هیچ حالتش از اجر از عبادت بیرون نیست. به خاطر چی؟ به خاطری که حالا ببینید تمام عبادت ها در اسلام اول دارد اخیر دارد. نماز نیت دارد، سلام دارد، همین خلاص با پایان رسید، تمام با پایان رسید. روزه نیت دارد، افطار دارد، تمام شد. حج احرام دارد، بر آمدن از احرام از با همین تمام شد. یگانه عبادت یک عمره در اسلام همین نکاح است. هیچ عبادت یک عمره نداره.
عبادت یک عمره هست که از هر لحظه ایش پروردگار برایت اجر میدهد. باید مسلمان در فکرش باشد که این مشکلی رو من پس سر میکنم، پروردگار برای من اجر و قصری در جنت میدهد. دانشمند اسلامی رو زنش بسیار میگفت. بعد گفتن که استاد طلاقش بده جانت خلاص شود، چی گپ است؟ گفت شاگرد ولی که ایره طلاق میتم یکون بیچاره دیگه بره در بلا میماند. ولی من میدونم که این همه گفته این اجر دارد، ولی اونی که ایره میگیرد ولی دیگر اون نمیدوند که اجر دارد، زندگیش تلخ میشود. خشتومان یعنی که مادر زن چی گفته خوش میشود؟ آخه چه گم هر یک چیز کاردار میشود. یک روز خودش همون دختر خودش که هر یک چیز میرا بازی میکنه. اوله که زن و شوهران یک جوان چیزی گپ شود. شما شنیدید که میگو دختر مال مردم است؟ همین من یاد دارم کلان ها میگفتن دختر مال، یعنی دختر مال مردم است، مال ما نیست. وقتی که دادیم تمام در زندگیش نباید دخالت کرد. متاسفانه بله خودم میگم خواستم و قبولش کردم و من خیلی قبول میکنم. بین زن و شوهر چیزی هست باید هر دو جشت کنن. اینجا نه تو مادری زن مادری شوهرم رشک میگود مادر ای همه بیزی بای مادر فرزند رشک میکند. مادر ای پشت فرزند است. مثال گفت نیمانی که چه فرزند مادر میکرد اوجه دوای نمیشود. خب با همون کشتومانو چی گفتن یه چما؟ هر کس اگه میگه چخره این امانه یا که خیتیت میگوخین میگود که میگویم تلخ تا شوی شیرین. که یک از سبب‌های دیگری که مثلا ما میبینیم این روزا جداشوی و ایلاها را بعض متاسفانه خب توجه بعضی از نفران حتی کلانسالانه که ما برای ما باید که نمونه عبرت باشن توجه و مراجعت آنها به فالبین‌ها و به سحرگران و به اینا هستند و این به نهایت بد است. و ما میبینیم که هم علماهای دین اونهایی که در حقیقت علم دین هستند اونها من میکنن مردم از این چیز که به نزد جادوگر به نزد فالبین نروید، این از دین خارج میکنند، از ایمان مردم بیرون میکنند، مسلمان بیرون میشه. از طرف اگر سیاسی بگیریم حکومت مقابل اینا همیشه مبارزه میبرد. هر روز در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که یک نفر دو نفر از فالبینان چگونه با کیدوهای خیلی بد دست میزنند. این چیزا آشکار میشود. ولی مردم متاسفانه هنوز که هنوز از نمیدونم شاید هنوز مفکوره مردم ما تا اونجایی نرسیده است که این رو در حقیقت ببینند و قبول کنند که همین حقیقت است، یعنی همین بدبختی است. ما باید به این چیز دست نزنیم. شما دیده اید که به خاطر زندگیشون رو خوب کردن چیکار میکنن؟ از فالبین ها میروند، از جادوگرها میروند، دیگر و دیگر. تو که چیکار میکنه؟ شوهری مرا گرم کن، شوهری مرا این کن که دیگر از دیگر زنان نرود، این کن فلان کن. پس میدانید حکمش چی است؟ هر زنی که هر نفری که نزدی جادوگرها میرود، نزدی فالبین ها میرود. زنها زیاد به این چیز اعتقاد دارن یا باور دارن. یعنی اصلا مسلمان باید که عموما به جادو، به سحر، به دلگرمی، به فالبین باید باور نکنه. چرا؟ بخاطر که ایمانش بر هم میخورد. تمام. یعنی از مسلمانی خارج از نقطه نظر اسلام، یعنی وقتی کسی اعتقاد میکند، میرود باور میکند به اون غیبگو، غیب میگوید، هم خیلی نیست. وقتی که به اون باور میکند از دایره اسلام بیرون میشود. اگر زن باشد حتمی باید دوباره نکاح کند، یعنی نکاحش بکن، نکاح بریده میشود. این نقطه اول. این مسئله اعتقادیش که نکاح خب مرد برود خب زن برود نکاح بریده میشد، باید از سر نو نکاح کنند، چرا که کافر میشود کسی که باور کند جادوگر رو یا که فالبین رو. یعنی فالبین جادوگر از یک بلا است. خب این مسئله اول. مسئله دوم، هر انسانی که تکیه به همون جادو و فالبین میکند تلخ ترین زندگی رو میبیند. ببینید تجربه از روی حیات. کسی که باور میکند یعنی چی؟ مسلمان دویم باید تکیه به پروردگار کند. حالا این زن یا اون کلینچک یا که عروس یا که کسی نباشد میرود تکیه به کی میکند؟ یک جادوگر، یک فریبگر، یک حرامخور.
یک کافر فولبین جادوگر مسلمان نیست اصلا، اونو کافر هستند. تمام. سخت‌ترین جزا رو اسلام برایشون گفتگی است. اگر قبیح هم شد سختشون هم برسد، من واقعیت باید بگویم. یعنی اونا اصلا مسلمان نیستن. با وجود اگر ریش هم بمونن سله و جلک هم بپوشن، مسلمان نیستن. حالا انسانی مسلمان از ایمانش چیزش میموند که پیش یک کافر میرود، یک غیبگوی دروغگوی رو. بسیاری از اون فولبین و جادوگر رو یعنی روانشناس هستن. انسان ببیند در حال میدونه که چی مشکلی دارد، یا 4 جمله سوالا رو میتید مشکلیش در حال یعنی از خود میکند، بعد از مشکلیش آغاز میکند، بعد میگه خب همسایه نمیچی و زنی هیور رو نمیچی و کیمچی و خیش و دیگر. خب همه انسان از آسمون افتیدگی نیست، خیش دارد، همسایه دارد، در صحرا تنها نیست. اونو یعنی با عباره سفت‌تر بگیم پسیکولوژی خیلی ماهر هستن، به نهایت روانشناسا هستن. اونو یعنی هر می اومدگی رو از روی همون چیز ساده‌لوی و بیسوادی و کمسوادی و بیعقلی یا که عقل رو استفاده نمی‌کردنش سوی استفاده میکنن. برای همین نباید که به این کار دست بزنن، چرا که زندگیشون به برکت می شود. فرزندان نحسی و کثرتی و کثافتی و بدبختی به فرزندانشون تأثیر میکنند. من همچنین رئیس شورای علما یا به اصطلاح مفتی جمهوری از همه بینندگان عزیز خواهش میکنم که هیچ وقت پیش فولبین، پیش جادوگر نروند، تکیه به کدام انسانی نکنند که اون انسان خود عاجز است، اون انسان خود درمانده است، اون انسان خود دربدر است. ولی گاه جوگی‌ها رو میبینید، بعضی‌ها میروند دستاشون کیمچی میکنند، نه یه نفری گفت فولاد بینم نمی چیکارت کنم کیمچی. او یک گدا هست، یا دایدو هست، یا سرگردان است. او عقلت گجا هست که میروی پیش یک دایدو میخواهی که مشکل‌های را حل کندون. حل مشکلی با عقل است. در زندگی، در خانوادگی همسرت رو بگو دوستت میدارم، تمام. باید که ای کلون باید نصیحت کنه. ما خلاصه میبرم که من مثال کلون ما به نسترین بینم میپرسم، میگم بچه‌م که چی گلی به نسترینیه؟ خیلی به نسترین چی؟ میگم خیلی بین هر دو تا یکم گپ. من خیلی کوشش میکنم که بین زندگی و هر چی نشود. ببینم که به نسترین کوشش میکنم، نسترین شکل نقض میکنم. شکرانه 4 تا 5 تا نبیره دارم، فکری بچه‌ها را میکنم. سببش فکر میکنم که گیجه باید که کلون رهبری نقض باشه، فرزندم زندگی خوب میبینه. مثلا دوست شما درباره پسرتون گفته کلینتون، اگه درباره دخترداری چی؟ درباره دختر من نصیحت میکنیم که چی کاری باشه نباشه در زندگی همه وقت با صبر باش بچم. یگو من نقض نبینیم که دختر خبر خونه خشتومانه با ما بتم در 100 سال در کار نیستی کارم بچم. اگه چی خیلی باشه نباشه و شوهر کرد با برای خونه برو مدرف، در این باره من نمیخوام که گشته خونه بیاد. چیزی باشه نباشه چه خیلی که مرا کلم حرمت میکنه، میخوام دختر من خصوصا حرمت کنه. یا کلونن آینده اینا هم خیلی پیر مثال چشیدنیه. بسیارتر دخترها حاضر بسیار نازک شدگی‌اند، گوش نمیکنن. همین از چیم گفته اینا گفته که در اودا کار میکنن میرن رشک زیاد خلاص بسیارتر اشیب که دخترها یک روزی. خیلی چی کاری؟ مگزین دارم. مگزین چی؟ دیلوار شاپ در اینستاگرام بسیارتر فعالیت میکنم. رکلام در کار نه؟ رکلام در کار. رکلام قیمت نمیگی؟ نه نیست. توی در یک مگزین در اومدم. کدوم شهر توی؟ در گوانجو یک مگزین در اومدم، یک خیتایی گفته که اسماعیلی خیلی بسیار صحبت کردیم. گفت کجا میشه؟ گفتم من تاجیکستان. گفت اسماعیلی سومانی رو میشناسی؟ گفتم که بله میشناسم. اول فکر کردم که درباره سرگذشتش از من پرسه، نه که بعد پسونتر صحیفه شما در اومد ویپینش گیریون کرد، صحیفه شما در اومد عکس و ویدیو و فیلم های شما را نشان داد. تو نه اکای دیلوار است در فیلمی همون را اجرا میکنه. عجیب، از کجا میشناخته باشه یا یگو؟ ما همیشه نفهمیدم، همیشه حیران موندم از کجا میشناخته. شاید یگون اینستاگرام دا پیدا شدگی در اومدگی تماشا کنم. میدونم آخه فرهنگ شما با ما فرق میکنه، کشور ما با شما فرق میکنه. نمیدونم شما چی؟ همین ما اصولا
طرز زندگی خانواده های ما با اینجا فرق میکنه. خیلی از موارد شاید اون عدم هماهنگی فرهنگی بین خانواده های ما باشه، یعنی همچین چیزی که مثلا یکی از یه سطح بالا، یکی از سطح پایین، یکی از یه فرهنگ دیگه، یکی از یه فرهنگ دیگه، هماهنگ شدن اینها با هم سخته و شاید به نتیجه نرسه. آیا در ایران هم چنین درد، چنین مصیبت وجود دارد که بسیار پاش میخورن آیلا، یعنی که سبب جدا شوی داره؟ داریم ولی خب خیلی زیاد نیست، ولی داریم. چرا؟ بالاخره سبب میتونید بگید سببش در چی است؟ خیلی چیزا، مسائل اقتصال، بیشتر اخلاق و افراد به هم نمیخوره، کم بیشتر مشکل تفاوت اون دیدگاهشون. فکر شما چیه؟ قطعا همینه، گفتم اینکه نتونن با هم دیگه کنار بیان هست. حالا گاهی اوقات هم واقعا مسائل اقتصادی هم هست که در این زمینه. خود همین تربیت دخترها سوستره، همین پدراشون بیشترش در همین خارجی ها همون تربیت پوره همین پدر و مادر گستر میتونن. سبب اساسش همین، چون که حوزی گشت همین دخترها کمتر بیمانی تر شده. بچه ها بیچاره دویم اپسی هم زندگی دارد. اگر جنایتکار جنایت میکند ببینید که یگان کس او را جنایتکار نمیگوید، گمانبر میگویند و این و دیگر و دیگر، تا زمانی که سود نشود، معین نشد، دیگر. متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی بعداً گروه ها رو میبینی، بعداً دسته ها رو میبینی، یک موضوع رو میگیرند، بیان میکنند، بعد دیگر هجوم میکنند، نه وابسته از اونه که چی معین نمیکنند. رفت و مثلا یک عائله جنجال میشود، چی شوهر یا بیشتر زنها، مثلا شوهر هم رو زد، یا یگون کارهای میشود که یگون پارچه نوا رو میگیرند میگذارند، نمیفهمند که اونجا چی گپ شد، چی ها شد. از همون لحظه ای که برای خودشان ضرور است بریده میگذارند و دیگر همگی هجوم چیکار میکنند بالای یک نفر، فلان 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 فلان. طرفین رو باید چی معین کرد. خود ناکامن در زندگی، باز دیگر را خب ناکام میکنن. خب اون بیوزنای گروهی که هستن اگر شوهر کنند خیلی تینج آرام زندگی میکنن. دعا میکنیم که خداوند عزوجل شوهرای مناسبی برایشان نصیب روزی بگرداند تا اینکه هم زندگی خود و هم زندگی دیگر رو دخالت نکنند، زندگی خودشون آرام و آسوده شود. این مسئله. لیکن بعضی انسان ها شیطان صفت هستند. ولو سوره اخیرون سوره قرآن قل اعوذ برب الناس، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یعنی وسواس کننده های شیطانی هست، وسواس کننده های انسانی هست. یعنی شیطان های جینی هست، شیطان های انسانی هست، انسی هست. انسان باید از اینا در حذر باشد. انسانی عاقل، مردی عاقل، زنی عاقل هیچ وقت مشکلی خودش رو نمی رود در بیرون اعلان کند. اگر مشکلی زندگی هر چی قدر هم که باشد، چی مرد چی زن برای برطرف کردن مشکلی زندگیش تلاش کند، اون مشکلی برطرف می شود. وقتی که کسی بیرون خواه خسر خواه خشتومن ای طرف او طرف اگر فهمیدن، اون اگر اندکم باشد میاید این خونه رو برهم می دهد. ما فکر و نصیحت و توصیه من این است که هیچ وقت مشکلی خودت رو پیش نفر دیگری نگو، چی مرد چی زن. مشکلی خودت رو خودت حل کن. مرد اول زنای خودتون احترام کنه، زنای خودتون نگاه کنه، چه خیلی که صرف میکنین دیگر زنودا دخترایی که بیوزن هستن همون زنای خودتون را صرف کنین، زنای شما ای همونا بهتر میشه، ای همونا زور میشه، ای همونا خوشرو میشه. اصلا خیلی لوار. چی گفتی؟ چی گفتم خیلی لوار. چی گفتن دوری؟ من گفتم که ویدیوتون زوره. کدومش؟ همه ویدیوتون که. کدومش یک تشگو؟ یا. اسماعیل سومونی کی است؟ اسماعیل سومونی؟ ای نگریز بیوخی. کلان شوی زن گیری، چه خیلی زن میگیری؟
اوچام بزنده ها اوچت باید زنته خودت نمیگیری؟ اوچام تا دیس یا چشا نغز میبینه تی چی؟ اوچام میگیرم اوچت تی چی؟ من اوچام هم اوچت تی چی؟ اوچت تی چی؟ اوچام همه شما را اوچهاتون زنگ میتین مادراتون؟ همه ویدیوتون را لایک پچه سببش بسیارتر که همدیگرش حرمت نمیکنن مثلا پسرم دخترم بسیارتر سببش همین ده هست که اگر فهمی نیست بینشون بسیارتر همین مسئله واقعه پسر چای شما هستن؟ بله تاجیکی میفهمید تاجیکه؟ بله سلام سلام اصلا چی نام داره؟ اسمان امین امین نه تاجیک اویا یا مادرشون؟ نه تاجیک акнун сабабҳо кам нестанд хеле ки шумо медонед шумо аз мо беҳтар ин чиза медонед аз ҳама асос фикр мекунам ҳамин нодуруст истифода бурдани интернет ва телефонҳои мобилӣ аст ба фикри ман ба хотире ки масалан имрӯзҳо мебинем ки ҳатто баъзе нафароне ки худашон аз чӣ будани оила ё ин ки чӣ қадар муқаддас будани оила ва муттаҳидии оила огоҳ нестанд баъзеҳо ҳатто оила надоранд вале дар бораи чӣ гуна зиндагӣ кардан ва чӣ гуна муносибат кардан шояд бо шавҳар ё бо фарзанд ё бо зан барои махсусан барои бонувон маслиҳат медиҳанд ва ин чиз таъсири сахти худро мерасонад ба афкори занон ва муомилаи онҳо мо ҳаррӯза ин чизро ман шахсан худам шоҳид мешавам ки дигар шудааст ва аз як тарафи дигар филмҳое ки мутаассифона дар шабакаҳои интернетӣ хеле зиёд метавон дастрас аст метавон тамошо кунем ва мардуми мо имрӯз вақти холӣ хеле зиёд доранд чӣ гуна келин мехоҳед масалан من بچه‌م حرمت کنه شما را نه بچه‌تونه بچه‌م فقط بچه‌م خوشونی بکنه برای چی غمی خودتون نمیخورید فقط من خداوند میخورد قدرت نداره اوله خورنا موگی یعنی سبب پول ها شما چه اوله داره یاتا زندگیتون زور بشه значит همه طرفتون چند فرزند داره 4 تا 4 فرزند ای خوش به حالتون چی نام داره اسرار اسرار صنفی چند شدی 3 صنف 3 چی تو چی من صنف 2 صنف 2 بسیار خوب 2 کاره 2 چند 4 4 کاره 4 8 молодец 3 کاره 3 3 کاره 3 9 9 کاره 9 9 کاره 9 کاره است 81 چی ارزو داری؟ میدونی ارزو چی هست؟ ها؟ میدونی ارزو چی هست؟ نه мечта мечта میدونی؟ у тебя есть мечта? да а почему на русском сразу? хуя тачишки чуть-чуть понимаю чуть-чуть? а ты что, в России живешь? нет а где? здесь где именно? Здесь где? Вот тут? На Брусчатке? Фамилия. У тебя есть какая-нибудь мечта? Да. Чёрт задури? Футболист. Футболист? Ты чё? Я тоже. Братишка, да? Не, я мой друг. Друг? Да. Правду говорит? Ну-ка докажи. Здоровайся, давай. Нормально, не так. Здоровайся нормально, давай. Как? Я с ним братский хлопок не могу сделать. Чё? Я с ним братский хлопок не смогу сделать. Научить тебя? Идем, давай. А, так не здороваешься? Ну, вот так. Братский Как? хлопок. Вот так, на весь город. И все? Да. А ты как с ним? Он сама по-человечески, вот так. چه زن میگیری؟ هیچ خیلی کلان شوی چه زن میگیری؟ من نمیگیرم زن نمیگیری زن؟ نه حالی کلان شو بعد این ویدیو را میبینی تو چی؟ کلان شوی چه زن میگیری؟ دختور مالی ما چی؟ هیچ نگی خودت نمیگیری نه چی با میگیری؟ کریدی مسپاری با نمیدونم کیا مسپاری رزما مکنی دمی نامتی کی گفت؟ ما پرست آره چیکار خالی دیده اسم خالی چی را دیده استی؟ تیک تاک دا
значит ты зана мегири نه ту او نه بگو نه او чуба неохи من نمیفهمم о причина причина من نمیدونم آقای از من کار شدم ما عروسی نمیگیرم بگیری بیا شهر نمیگیرم بیا شهر دول بود توی آدمی سیده تیل میشه آها نه سیده تیل نمیشه چوبا دیگه میشه با خای 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 یا من یا شما یا هر من انسان دانشمند اکادمیک پروفسور دهقان وزیر به کمبودی نیست هیچ انسان به کمبودی نیست همونی که شکایت از دیگران میکند به کمبودی هست سر تا سر کمبودی هست باید این رو به نظر بگیرد از روی عقل باید مشکلی خود رو خود حل کند ولی متاسفانه بعضی خسر خشتمانا هم دخالت میکنن نوجا میگیرن حیاتی فرزند خود رو برباد میدین یعنی در ما میگن کرکی بدوز اهمیت نده خود رو غافلگیر کن یعنی مثل اینکه نشنیده ای یا که هیچ کی نتوانستی خب پسرت باشد خب طرف دختر باشد بچه‌م و عقلت استفاده کن صبر کن همش خوب میشود تمام با همین راه میشود زندگی رو پیش بردن و کامیاب و موفق شدن همین پدر و مادر کلین پدر و مادر داماد همین ها چی حق ها دارند در زندگی دختر آیا حق دارند دخالت کردن یا نه اگر کوتاه میگفتید پدر و مادر فقط حق احترام دارن که باید که پسر پدر رو و پسر مادرش رو و دختر پدرش رو و دختر مادرش رو احترام کند لیکن دخالت کردن برای جدا کردن که مدام این داماد معقول نیست یا مدام این کلین معقول نیست حرام است موافق شریعت در زندگی یک نفر دخالت کردن و یک خانه رو یا یک نکاح رو برهم دادن حرام قطعی است با حرام گفتن این به پایان نمیرسد وقتی حرام است میگوییم این 100 آفت و درد و غم و نحسی و ببرکتی و کسرتی و کثافتی بالای همون مادر و بالای همین پدر یا همون دختر یا پسر میارد او انسان باید خیرخواه باشد وقتی کلین اومد همچون دختری خود بچه‌ام هر چقدر کمبودی داشته باشد 10 بار بچه‌م بگو میشود مایل میشود بهترین کلین همین خیلی است یا نه اونی که دوست نمیدارن نگوین دوست نمیدارم وقتی که زنش رو گفت دوستت نمیدارم ولی عادتا زنها پیش آینه میشینن مج 1 ساعت قریب رنگ برو 10 رنگ 7 رنگ 8 رنگ و خندیده میاد بعد گفتی که آخه میمون کردی تمام دلش شکستی امید شد لیکن اگه خندیده ماشاءالله بسازی باشیدی هیچ پیر نمیشه که نمیشه تمام قلبش رو در قبضت گرفتی زندگی خونت آرام شد زنی که شوهرش رو دوست بدارد و از شوهری که زنش رو همیشه بگوید دوستت میدارم هیچ نمونه خیانت رو نمیکند به شوهرش نه به شأن و شرفش نه به مالش نه به خونهش نه به آبرویش نه به فرزندانش نه به عزت و شرفش گفتهای خدا و رسول خدا رو در زندگی اگر عملی کنن همچنین مسلمان عقل همیشه استفاده کنن از روی عقل زندگی کنن خانه اشون جنت توی خانه دائمی است و خیر بسیار کوشش کردیم که اینترویو رو از چندین نفران گیریم نفرانی که در کار وظیفه‌دار هستند کار میکنن اوید به عائله ها و دیگر اومدیم از آنها هم اینترویو گیریم تو به مردم دیم چون شکایت میکنن که بلاگرها با ما کار نمیکنن 2 هفته بازه به همین برنامه دویدیم میدویم این طرف مکتوب کن خیز شین رقص کن این کن و تمامی کار را کردیم اما چیکار کردیم نفر پیدا نشد پهلوان ایستاد چون ما
خوب میشد که از دهان هر متخصصایی که اومد این ساعت یک جمله هم باشد میگرفتیم. خیلی باشد هر چی بود ما کردیم، از دلسوزی کردیم. اگر دلسوزی یک سو ایستاد وظیفه شهروندی من را اجرا کردیم، چون ما دیده ایستاده چشم پوشیده نمیتوانیم. در همین جا ما با شما خداحافظی میکنیم. ای خدای مهربان، ما را میشنوی، ما را میبینی، از قلب ما آگاه هستی. ما گفته تمام تماشابینا همه چی دست میبرداریم چی نه، وعده خودت است که هر کسی که نزد تو فریاد میزند تو شرم میداری که دستش را خالی برگردانی. ای خدای مهربان، تنها بر تو خواهش دعا نداریم و تمام مردمی که ما را تماشا دارند، هر عائله هایی که ناسان در ما جدایی خیلی زیاد شده ایستاده است، خیلی زیاد. کمی هم باشد رحم بکن، کمی هم باشد عائله ها را سالم بگردد، چون عائله سالم گردد جامعه سالم میگردد، جامعه سالم گردد کشور سالم میگردد و دیگر و دیگر.